پدر مادرای عزیز، مدیر محترم مدرسه، معلم نازنین، به عنوان یه آتش‌نشان از تک تکتون خواهش میکنم به بچه‌ها آموزش بدید، آگاهشون کنید، کلیپ‌های آموزشی اینچنینی رو حتما بهشون نشون بدید که اینقدر راحت به خودشون اجازه ندن توی مدرسه با هر کسی شوخی‌های اینچنینی داشته باشن. مقاومت بدنی هر انسانی با انسان دیگه فرق میکنه. اصلا شاید یه دانش آموزی توی مدرسه مشکل قلبی داره، مشکل افت فشار داره، هزار جور ناراحتی داره. دانش آموزای دیگه هم هیچ اطلاعی ندارن، میان یه شوخی اینجوری باش میکنن، خدا نکره منجر به این میشه جونش از دست بده، حوادث ناگوار رخ بده. پدر مادرای عزیز، اگر فرزندتون ناراحتی داره، مشکلی داره، حتما مدیر مدرسه رو آگاه کنید، به مسئول مدرسه اطلاع رسانی کنید که اونا بچه‌ها رو آموزش بدن، بهشون اطلاع رسانی بکنن که خدا نکرده همچین شوخی رو با فرزند شما نداشته باشن که منجر به این بشه که بخواد خدا نکرده حوادث تلخی رخ بده. ایمن باشید. خدا نگهدار.